سفیر امریکا در سازمان ملل با متهم کردن ایران به تامین شورشیان حوثی با موشک در یمن خواستار اقدام جهانی در این زمینه شد. نیکی هیلی روزی 7 نوامبر گفت که عربستان سعودی در اختیار آنها اطلاع گذاشته است که نشان می‌دهد موشک پرتاب کرده به ریاض در ماه ایول موشک ایرانی قیام است. موشکی که به گفته عربستان سعودی تا زمان شروع مناقشه در یمن نبوده است. با قول نیکی هیلی موشکی که عربستان سعودی روز 4 نوامبر در فراز شهر ریاض سقوط داد ظاهرا تولید ایران است و پرتاب موشک از یمن به ریاض تنش بین ایران و عربستان سعودی را در منطقه شدت بخشید که هر دو یکدیگر را به ناامن کردن خاورمیانه متهم می‌کنند. درباره این تنش‌ها صحبت داریم با گلناز اسفندیاری، همکارم از مرکز خبری رادیوی آزادی. گلناز، به برنامه ما خوش آمدید. و پاسخ ایران به اتهامات آمریکا و همین گونه به عربستان سعودی چگونه بود؟ ایران در یکی دو روز گذشته تمام این اتهامات رو که از سوی عربستان سعودی مطرح شده رد کرده و گفته که این موشک‌های ایرانی نیستن و گروه حوثی‌ها این موشک‌ها تولید خودشون هست. احتمالاً اولین بار نیست که آمریکا ایران رو به فرستادن سلاح از جمله موشک‌های بالیستیک به حوثی‌ها در یمن متهم میکنه. در سپتامبر همین سال هم یک مقام ارتشی آمریکا همچین اتهاماتی رو مطرح کرد، ولی ایران همواره این اتهامات رو رد کرده و گفته که خواستار صلح و ثبات در منطقه است و دنبال تنش نیستش. امروز هم همین دقایقی پیش آقای روحانی رئیس جمهور ایران صحبت کرد و قدرت‌های بزرگ جهان رو به ایجاد توطئه در منطقه متهم کرد، قدرت‌های بزرگ جهان و آمریکا رو، و گفتش که اینا به گفته آقای روحانی اینا قصدشون اینه که تنش ایجاد کنن در منطقه بین کشورهای منطقه و برای اینکه بتونن در اونجا حضور داشته باشن و برای سلطه و حضور خود در منطقه بهانه تراشی میکنند تا به گفته آقای روحانی بدین وسیله بتونن نفت و ثروت منطقه رو غارت کنن. و قبل از صحبت خودت گفتی که روزنامه محافظه‌کاران کیهان در یک مطلب نوشته است که هدف نوبتی دوبای خواهد بود، هدف نوبتی موشک. و این را چگونه میتوان برداشت کرد؟ از یک طرف اتهامات رد می شود، از طرف دیگر روزنامه معتبری کیهان که خاص از محافظه‌کاران است چنین مطلبی می نویسد. درسته. کیهان این رو حدود 2 روز پیش در صفحه اولش این تیتر رو زده بود که در خود ایران این باعث واکنش‌های منفی شد و حتی سخنگوی دولت آقای نوبخت این رو محکوم کرد و این گفتش که این یک تخلف رسانه‌ای آشکار هست. این کمیته‌ای که بر مطبوعات در ایران نظارت میکنه اخطار داد به کیهان و گفتش که این ضد منافع ملی ایران هست. این تیتری که زدین، البته کیهان دوباره از تیتر خودش دفاع کرد و گفت ما تنها گفته‌های حوثی‌ها رو داریم تکرار می‌کنیم، یعنی حرف خاصی نزدیم. و واقعا این به نهایت تحریک‌آمیز که گفتی بیشتر از طرف عربستان سعودی هم صدا می‌دهند و سبب چیست؟ چند تا علت میتونه داشته باشه. یک علتش اینه که عربستان سعودی هیچ وقت راضی نبود از این توافق هسته‌ای که ایران با 6 کشور اصلی جهان از جمله آمریکا امضا کرد، برای اینکه شاید نگرانه که این توافق باعث بشه که قدرت ایران در منطقه بیشتر بشه و خب میبینیم که روابط ایران هم با کشورهای غربی بهتر شده، به جز آمریکا که از زمان سر کار آمدن دونالد ترامپ تنش‌ها بین ایران و آمریکا خیلی افزایش پیدا کرده. دلیل دومی که به نظرم میرسه ممکنه که الان عربستان احساس میکنه که دولتی که در آمریکا سر کار هست رابطه خوبی با ایران نداره، خیلی بدبین هست به ایران و الان موقعیت خوبی هست که این گونه اتهامات رو علیه ایران مطرح کنه و موفق بشه که به هر حال اقدامی بکنه علیه ایران، چون میدونی این دوتا رقیب منطقه‌ای هستن و علیه هم اتهاماتی رو مطرح میکنن، ولی ایران در این هفته‌های اخیر بیشتر تلاش کرده که تحریک نکنه، یعنی یه مقدار آرامش رو حفظ کنه، چون فکر می‌کنم نگران هستن در تهران از امکان یک درگیری نظامی و یا افزایش این تنش‌ها. تشکر. همکارم گلناز اسفندیاری از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت می‌کرد. تشکر گلناز. تشکر از شما.